بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 8 و 10 سوره البته بقره بسیار آیات‌های زیادی دارد که در این مسئله آمده است، لیکن در این سوره صفت منافقین را بیان می‌کند و میگوید که منافقین کسانی هستند که مردم را فریب می‌دهند. وقتی که به نزد مؤمنین میآیند میگن که ما از شما هستیم، وقتی که به نزد منافقین میرن میگن که ما از شما هستیم. یعنی اونها مذبذب هستند، شک و شبهه دارند، یعنی اونها صدق ندارند، صادق نیستند، صدق عملی و باطنی، حتی نه ظاهری و نه باطنی دارند. بارک الله فیکم. و البته این در آیت 8 و 10 خیلی که بیان کرده مونده است که الله سبحانه و تعالی میگوید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والعیاذ بالله. الله میگوید و از مردم کسانی هستند که میگویند که ایمان به الله آوردیم و به روز قیامت ایمان آوردیم، در حالتی که آنها مؤمنین نیستند و در حالتی که آنها ایمان نآورده اند. میگویند اما ایمان نآورده اند. الله را فریب دادن میخواهند و آنانی که ایمان آورده اند اونها را هم فریب میدهند، اما نمیدانند که غیر از نفسهای خودشان کسی را فریب نمیدهند. یعنی اینها کسانی که ما به الله ایمان آوردیم و به روز قیامت ایمان آوردیم میگویند، اما ایمان آوردگی نیستند، قلبشان کفر است، ظاهرا دروغ میگویند. میخواهند که به همین سخنشان الله را فریب دهند، مؤمنان را فریب دهند. الله میگه که اما نمیدانند که اونها الله را فریب داده نمیتوانند، مؤمنان را هم فریب داده نمیتوانند، بلکه فقط نفسهای خودشون را فریب میدهند. و این آیت انمین محلش دلالت میکند که اینها کسانی هستند که ظاهرا اسلام را آوردند اما باطنا صدق ندارند. باطنا صدق ندارند. خیلی که ما بیان کردیم رکن صدق این قلب است، صدق در قلب است، قول قلب، عمل قلب است. بارک الله فیکم. پس به سبب همین که صدقشون نیست اینها مؤمن نیستند، ایمان آوردند، کافرند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. آنها غیر از نفسهای خود دیگر کسی را فریب داده نمیتوانند، اما شعور ندارند، همین خطاگی خود را نمیفهمند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله میگه که این انسان هایی که ما نمبر کردیم که ظاهرا در اسلام میگن اما باطنا ایمان آورده اند، فریبگرانند، فریب دهی میخواهند الله و رسولش را و دین و این امت اسلام را. آنها کسانی هستند که در قلبهایشان، دلهایشان کسلی دارند، مریضی دارند و الله باز این مریضیشان را زیاد میکند. چگونه؟ برای اینکه اینها مریضی را خواستند، الله اجازتش میده. هر قدر که مریضی را خواستید الله همون قدر به شما همین چیز را نصیب میکنه. و بدانید که ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. و برای همین انسان ها عذاب دردناک است به سبب آن چی که آنها دروغ میشمارند، به سبب این که صدق ندارند اونها به عذاب دردناک گرفتار میشوند. یعنی یکذبون، دروغ میشمارند. صدق نداشتن ما گفتیم این دروغ شماریدن است. بارک الله فیکم. با همین دلیل های از قرآن عظیم و شان برای شما بیان گشت. البته ما به شما 18 آیت را بیان کردیم که همه این آیت دلالت به بزرگی صدق، اهمیت صدق و شرط صحت لا اله الا الله بودن صدق را بیان میکند. بعضی این آیات ها اطراف از صدق را و بعضی جانب از صدق را، اما عموما این آیات ها و بعضیش رفشن بعضیش بینهایت واضح دلالت میکند که صدق این شرط صحت لا اله الا الله است. هر کسی که لا اله الا الله را نطق بکند
به زبانش بگوید اما صدق نداشته باشد، داند که لا اله الا اللهش فایده به این انسان نمی بخشد و دیگر باقی مانده شرط ها را اگر انجام دهد هم صدق نداشته باشد، دیگر یگان شرط های کرده اش قبول نخواهد شد و تمام عملش قبول نخواهد شد، چرا که مدار قبول تمام عملها، بازگشت قبول تمام عملها به صدق است و به شرط های لا اله الا الله است. باید همه شرط ها در یک جا جمع باشد و پیدا شده باشد. بارک الله فیکم. از الله رب العزة والجلال دعا میکنیم و میطلبیم به نامهای بزرگش که الله است و احد است و صمد است، حی القیوم، اول الاخر الظاهر الباطن، المنان، بديع السماوات والارض، ذا الجلال والاكرام. ثبتنا في الاسلام، ثبتنا في الاسلام، ووفقنا بالاخلاص والعمل الصالح، وفقنا بالصدق، وفقنا بالصدق، وفقنا بالعمل بشروط لا اله الا الله وبأركانها، واجعلنا من المؤمنين الصادقين الخالصين الموحدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.